خبر اجل انفجار در پاکستان، یک مقام پلیس کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید و کانال را سابسکرایب نمایید. پشتون تی وی. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در پی یک انفجار در ورسک پشاور یک مقام پلیس مرزی کشته و 8 تن دیگر از جمله 2 غیر نظامی زخم برداشته‌اند. در گزارش آمده است که یک متهم متعلق به نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز حوالی ساعت 1:30 به وقت محل مورد هدف قرار گرفته است. با گفته پلیس پاکستان انفجار ناشی از یک بمب دست ساز بوده است. لحظات پیش افراد مسلح نظامی پاکستان را در منطقه در اطمینان خان به خیبر پختونخوا به ضرب گلوله کشتند. پلیس پاکستان با تایید این خبر گفته است که عملیات برای دستگیری مهاجمان جریان دارد. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال مرا سابسکرایب کنید. وقت خوش، خدا نگهدار.